سلام دوست خوبم، بریم با هم یه اسلایس شعریه خوشمزه درست کنیم. این اسلایس در کنار عزیزانتون میتونه لحظات شیرین‌تری رو براتون رقم بزنه. احتیاج داریم به بیسکویت پتیبور که 2 بسته بزرگمون رو با هر دستگاهی که دارید پودر میکنید. کره 100 گرمی رو ذوب میکنید و به بیسکویتتون اضافه میکنید و با دست به آرومی اونو با هم مخلوط میکنید. توی این مرحله از شیر عسلی استفاده کنید و کم کم و با قاشق به اندازه‌ای که فقط مواد رو به هم منسجم کنه به بیسکویت ها اضافه کنید. در صورتی که وقتی مواد رو در دست میگیرید و فشرده میکنید مواد متلاشی نشه و به همین شکلی که هست بمونه. حالا میریم سراغ مواد لایه شعریه که شعریه رو با هر وسیله‌ای که دارید پودر کنید و توی تابه مقداری حرارت بدین تا رنگش تغییر کنه. بعد بهش کره رو اضافه کنید و چند دقیقه هم با کره اونو با هم تف بدید. به همین صورت که داخل تصویر میبینید. بعد کنار بذارید و اجازه بدید تا شعریه خنک بشه. به شعریه شیر عسل رو هم کم کم اضافه کنید و اونقدر اضافه نکنید که رقیق بشه. اگر احیانا رقیق شد باز کمی شعریه تفت داده شده به مواد میتونه انسجام بیشتری بده. به پودر نارگیلتون پودر هل در صورت دلخواه مقداری پودر پسته یا مغز پسته و دوباره شیر عسلی در حدی که فقط مواد رو با هم یک دست کنه اضافه کنید و خوب مواد رو با هم مخلوط کنید. داخل ظرفی که به اندازه موادتون هست ابتدا لایه بیسکویتی رو پهن کنید و با پشت قاشق حسابی صاف و فشرده کنید. حالا برید سراغ مواد نارگیلی روی مواد بیسکویتی بریزید و پشت قاشق حسابی اونو سفت و فشرده و صاف کنید. نوبت میرسه به لایه شعریه که اون رو هم همونطور که تو تصویر میبینید روی مواد نارگیلی میریزیم و دوباره با پشت قاشق حسابی فشرده میکنیم. این لایه باید صاف و خیلی منسجم باشه. سعی کنید حتما با پشت قاشق فشاری یک دستی رو ایجاد کنید و لبه های کار رو هم حتما فشرده کنید تا موقع برش زدن برش منظمی داشته باشید. به همین صورت که داخل تصویر میبینید باید سطح این کار صاف باشه. بعد موادتون رو به 3 ساعت داخل یخچال استراحت بدید و بعد از این تایم در اندازه های مختلف و دلخواه خودتون برش بزنید و با پودر پسته تزیین کنید. نوش جان.